گفتم کجا بودی، نگفتم کجا میری. پشته برای چی رفته بودی؟ پسر محمد رضا رو برمش بدم. اون کلاسی همه دادی؟ نباید برمش برو سیگار مرا بیار. میخوام برم نونوایی. بهت میگم که برو سیگار مرا بیار. نون تموم میشه دیر برم. به تو دستوی میدم برو سیگار مرا بیار. سیگار اینجا هست. بابا سیگار من دارم. برای سیگار مقصد نبود. نه. ما میخواییم بچه تحویل اجتماع درست در بیاد. در موقعی را که من بچه بودم پدر من هر هفته 10 به من میداد، هر 15 هم یک کتکی به من میزد. اگر چنانچه در هفته اون 10 قطع میشد، اما در 15 اون کتک قطع نمیشد، برای که من تحویل اجتماع بیام. شما شاهد میدید که نوه من اینجا آمد، من 3 نفر تکرار بهش کردم، حرف مرا گوش نداد. من نمیخوایم اینطور بچه به بار بیاد. اگر اینطور بچه تنبل به بار بیاد به کار جماع نمیخورن. دیرمون بچه حرفتو گوش نداد، کتکم زدی. حرف من گوش نداد، کتک میدادم. عرض کردم که هر هفته 10 به من میداد، اون 10 قطع میشد، هر 15 اون کتک قطع نمیشد برای تعلیم دادن من. بعد اجتماع بایستی بچه‌ای که حرف تعلیم داشته باشد، که حرف پدر را 1 بار گفتن گوش بگیرد. اصلا بعد نمیگه از کنم بچه آمد بینزواتی نکرد یا کارهای زشتی نکرد، چی با عمل بکنی؟ چی میکنی؟ بهانه میگیرم، هر 15 بیون کتکه را میزنم. روی قربان یا فراموش نشد. بله، من در شرکت نوید بودم. یک مهندس ایرانی باش کار میکردم، جعده درست میکردی. یک چند روزی گذشت و 2 مهندس خارجی آمدن، زر تناف زدن جعده را. گفتم فلانجا 5 سانت کم است. مهندس ایرانی فرمود که اون 5 سانت با شنماسه مرمت از بین میره. و من به تکرار میکنم که اون 5 سانت باید درست بشد، در اون موقعی که مرمت شد درست در بیاد. بعد او رفت. بعد که رفت گفتم آقای مهندس چطور شد شما 6000 تومان حقوق دارید، با فرمایش شما اون 12000 تومان؟ گفت اونها 1 دفعه که دستور میدی عمل میکنن، چون 2 دفعه به من دستور داد، برای خاطر اون 6000 تومان، برای خاطر اون 2 دفعه دستور دادن است. این بود که من 6000 تومان میگیرم، اون 12000 تومان. پس ما بایستی طوری خودمان را عمل بیاوریم و تحویل اجتماع بدیم که با 1 بار درست. اون ایامی که پدران ما را تعلیم میدادن، با 1 دفعه میخواستیم فرمایششان را عمل بکنیم.